این شروع کردنه خیلی مهمه. از کجا شروع کنی، چی جوری شروع کنی. زود همه چیز نه یه دفعه بگو. بهش میگن افشای تدریجی اطلاعات. نگاه کن مثلا یه حالتی هست. چی اینجا تو جیبم گذاشتیم؟ چی گذاشتیم اینجا؟ جای میکروفونه؟ میکروفون؟ نه این چی هسته؟ چیزی نیست که. آفرین، من میدونم چیزی نیست تو این جیب، تو که نمیدونی. فهمیدی چی شد؟ نگاه کن تو اون سکانسی که میخوای تعریف کنی مثل داخل این جیبه. سریع اطلاعات ارائه نده، سوال ایجاد کن. زود همه چیز نه یه دفعه بگو. نگاه الان تو بلند شو، مجبور شدی تو بلند شو ببینی تو جیب من چیه. تو جیب من چی نیست. حالا فکر کن تو جیب من یه دونه خودکاره. من این خودکار رو میخوام ارائه بدم، نباید زود خودکار اینجا خودکار است. بهش میگن افشای تدریجی اطلاعات.